سلام آقا، خسته سلام نباشی. علیکم. خوش من اومدید. دیروز اومدم بعد یه گوشی خوشم اومد گفتم فردا میام میگیرم. 8 تومن بود. الان پولشو جور کردم. بیزاد همونو میدی؟ آها فهمیدم. اون گوشی دیروز 8 تومن بود ولی امروز متاسفانه قیمتش 10 تومن شده. 10 تومن؟ همین دیروز 8 تومن بود. خب دیگه شده دیگه، قیمتو فرق کرده. چه جوری تو من 24 ساعت پیش اومدم بابا، یه قرنه که پیش که نیومدم. خب دیگه دست ما نیست دیگه، قیمتش فرق کرده. دست ما که نیست. چطوری میشه؟ تازه خوب بوده امروز اومدی، اگه فردا می اومدی قیمتش 12 تومن بود. میخوای یه گوشی 10 تومانی بدم بابا ببری؟ نمیخوام داداش میدونستی قیمت دلار امروز 110 تومن شده؟ جدی که نمیگی اینو؟ چرا واقعا جدی میگم، همین امروز قیمت دلار بابا 110 تومن ولم شد. کن. آره امروز مکانیزم ماشه فعال شده. مکانیزم ماشه چیه؟ یا نگاه مشخصاتشو، اینا اینجا نوشته. خیلی بده. الان این همه مشخصات همینه؟ آره خودشه. بابا برای این مشخصات باید یک سایت جدا بزنن. سلام داداش، خوب هستی؟ سلام، خوش اومدید. برنج داری؟ بله ایرانی درجه 1 داریم. بفرمایید چی بخواید؟ قیمتش چنده؟ قیمتشو 1 ساعت دیگه بیان بپرسید. برای چی خب الان نمیدی؟ خب 1 ساعت دیگه قیمت ها گرون میشه. خب 1 ساعت دیگه گرون میشه که الان بده دیگه ببرم دیگه. بابا مگه من اسکلم 1 ساعت دیگه گرون ندم بیام به تو الان ارزون بدم؟ میام 1 ساعت دیگه گرون میدم. بابا تو دیگه خیلی خارکو.